در خدمت آقای ربیعیان هستیم، مدیر تولید کارخانه رنگین فلز اسپادانا، شهرک صنعتی تیران، اصفهان. سلام عرض می‌کنم آقای ربیعیان، وقت بخیر. سلام، زنده باشید. ممنونم. آقای ربیعیان، برای ما توضیح بدید از روش‌های تولید برنج. در واقع شما به چه روشی اینجا برنج رو تولید می‌کنید؟ روش تولید ما روش کانتینیو کاستینگ یا مداوم ریزیه. در این روش ذوب مستقیم تبدیل به میلگرد میشه. روش‌های دیگه هم هست برای تولید مقاطع برنجی که یکیش میشه گفت روش اکستروژن. فرقشون چیه؟ فرقشون تو سیستم تولید هست. تو روش اکستروژن ما اول ذوب رو تبدیل به شمش یا بیلت میکنیم، بعد بیلت رو دوباره گرم میکنیم تو کوره پیش گرم، دماشو به 800 750 تا 800 درجه میرسونیم و داخل پرس اکستروژن تزریق میکنیم داخل قالب. در این روشی که ما الان داریم انجام میدیم، روش مداوم ریزی، ذوب مستقیم تبدیل به میلگرد میشه، یعنی دیگه بیلتش بکنیم و تزریق بکنیم و اینا نیست، فقط ذوب از تو کوره ذوب وارد کوره عملیات یا هولدر میشه و توسط قالب‌های گرافیت تبدیل به میلگرد و مقاطعی که ما می‌خوایم میشه. دمای ذوبش چقدره؟ دمای ذوب برنج 800 تا 850 درجه. خب دمای ذوب 800، توی اون پیشگرم که فرمودید 700 تا 800، یعنی حدوداً 100 درجه اختلاف. بله. خب الان توی فعالان این صنعت بیشتر از کدوم روش استفاده میکنن؟ کدوم بهتر هست؟ یه توضیحاتی تو منطقه ما اصفهان تا سال تقریبا 90 همه به روش اکستروژن کار میکردن. روش مداوم ریزی اصلا نیومده بود. خدمت شما عرض کنم که ما اون سال با کارخانه اصفهان برنج همکاری میکردیم. این خط تولید مداوم رو مستقیم از چین وارد کردیم و شروع به کار کردیم با این خط. مزیت هایی که داره این خط نسبت به خط اکستروژن، تولید راحت تر و اتوماتیک بودنش، یعنی نقشی نداره کارگر تو تولیدش، تقریبا فقط تو ذوب مواد اولیه نقش داره، بعد خودش همش اتوماتیک وار تولید میشه، برش میخوره و کارهای بعدی روش انجام میشه. پس در واقع اولین مجموعه‌ای بودید که این خط رو توی اصفهان؟ اولین مجموعه بودیم که توی این منطقه، مجموعه اصفهان برنج، این خط رو آوردیم. توی سطح کشور چی قبلا بود؟ بله کارخانه‌ای بودن تو تهران که این کار رو انجام میدن. الان چی؟ الان چه میزان از تولید برنج توی سطح استان به این روش انجام میشه؟ الان فکر کنم 90% تولید به این روش انجام میشه. روش اکستروژن تقریبا منسوخ شد. البته اکستروژن یه مزیت‌هایی هم داشت. چینش مولکولی تو روش اکستروژن، چون با فشار جک و پرس وارد قالب میشد، برنج وارد قالب میشد، چینش مولکولیش خیلی بهتر بود و واسه یه سری قطعات گازی هنوز هم یه سری شرکت‌ها هستن که میل اکستروژن استفاده میکنن. آها، یعنی در واقع وقتی که تحت پرس قرار میگیره اون ساختار مولکولی فشرده میشه، فشرده تر میشه و برای یک سری از کاربردها، مخصوصا شیرالات گازی، چون خیلی مهم هست و اونا در واقع شاید بشه گفت استحکام بیشتری داره. دقیقاً. خب پس اینکه شما فرمودید منسوخ شده، نه کامل که نه، هنوز میگم شاید بگم 10% کارخونه ها در کنار خط مداوم اکستروژن هم دارن کار. یعنی به هر دو صورت پس دیگه سفارشی که میگیرن داره دیگه. دقیقا. خب مجموعه شما اگر سفارشی بگیره از نوع اکستروژن تولید میکنید یا نه؟ نه دیگه، چون ما خط اکستروژن کلا نداریم، گذاشتیم کنار. خب مقاطعی که تولید میکنید راجعش توضیح بدید. فعلا چیا تولید میکنید؟ ما از سایز 15 تا 60 رو لوله 6 پر، 8 پر و 4 پهلو که تولید امسالمونه داریم تولید میکنیم. یعنی مقاطع 4 گوش رو تازه اضافه کردیم؟ بله امسال اضافه کردیم. خب 4 گوش دیگه در واقع مشکلی چی بود که نمیشد تولید کنیم؟
چرا این مقطع رو امسال اضافه کردین؟ دلیلش چیه که قبلا تولید نمی‌کردین؟ مشکلی که ما داشتیم با مقاطع چارگوش زاویه 90 درجه بود که در آوردنش یکم مشکل بود، یعنی یه ایراداتی تو کار داشتیم که امسال خدا رو شکر با همفکری‌هایی که با یه سری دوستان و حرفه‌ای‌های این کار انجام دادیم اون مشکلمون رو برطرف کردیم و داریم تولید می‌کنیم. یعنی قبلا نمیتونستید زاویه رو دقیق 90 در بیارید؟ زاویه در می اومد ولی خب با یه سری مشکلات ترک می‌خورد یا یه سری مشکلاتی داشت که چون این چارگوشا و مستطیلا بیشتر تو صنایع قفل‌سازی و یراقالات استفاده میشه، اونجا یه مشکلاتی براشون پیش می اومد و متاسفانه نمیشد تولید کنیم. خب مقاطع گردتون رو توضیح دادید، فرمودید که تا سایز 60. بله. مقاطع چارگوشتون تا چه سایزی قابل؟ اونم تا 60 میزنه. اونم تا 60 قابلیت تولید دارید. آقای ربیعیان، سطح مقطع گرد رو که فرمودید، لوله هم جزء همونا محسوب میشه؟ یه توضیحی بفرمایید که لوله تا چه سایزی میذارید، مشخصاتش اینا؟ لوله هم جزء همون حساب میشه، ولی خب ما 6 پرم لوله زدیم. خدمت شما عرضم که استاندارد لوله گوشت 5 میل هست، یعنی حالا یه توضیح براتون بدم، مثلا اگه گرد 50 باشه سوراخ داخلش باید حتما 40 باشه، یعنی گوشت لوله 5 میل باید باشه. ما اومدیم 40 یعنی اینکه 50 داخلش 40، 5 میل این طرف 5 میل اون طرف. دقیقاً. بله. ما اومدیم این استاندارد رو به هم ریختیم. چیکار کردیم؟ اومدیم این گوشت رو تا 4 میل هم رسوندیم که خیلی به نفع تراشکارا هست. چرا؟ دلیلش چیه؟ خب یه سری تراشکار، حالا یه سری مقاطع که میخوان مجبور بودن مثلا هم گرد 50 به 40، اگه مثلا 48 میخواستن به 40، الان دارم تولید میکنم، 50 باید میگرفتن، 2 میل روشو باید میتاریشتن. یعنی برای یک سری کاربردهای خاص اون ضخامت 5 میل به درد نمیخورد، باید خودشون باید نازکش میکردن که خب اینجوری که خیلی دورریز داره. تو هر یه تونی 50 کیلو تا 60 کیلو، حالا تو همین سایز 50 به 40 که من الان دارم تولید میکنم، 48 به 40 دارم تولید میکنم، تو هر یه تونی 50 تا 60 کیلو به نفع تراشکار شده. الان شما فقط این سایز و این مقطع رو تولید میکنید؟ فعلا فقط ما داریم این گوشت رو تو منطقه تولید. یعنی تراشکارایی که از جای دیگه بخوان تهیه بکنن دورریزشون زیاد میشه، ولی وقتی بیان از شما تهیه بکنن هم دورریزشون کمتره هم زحمتشون کمتره در واقع. برای چه کاربردهای استفاده میشه این ضخامت بیشتر؟ ضخامت که حالا یه سری شافتای برنجی هست مال ماشین‌های سنگین، ماشین‌های راهسازی که این لوله‌ای که من الان دارم تولید می‌کنم اونو برای اون ماشین آلات راهسازی داره استفاده میشه، ولی کلاً لوله‌های برنجی تو اتصالات آب، اتصالات لوله‌های سبز، لوله‌های پلاستیکی کاربرد زیادی داره. نه منظورم همون سایز 48 اینو پرسیدم که حالا مثلا توی اتصالات فکر میکنم خیلی تأثیری نداشته باشه، اگه 2 میل بیشتر باشه میتونم اتصالات رو در بیارم، ولی اگه برای ماشینات باشه شاید جا نره توی اون چیزی که درسته؟ در آوردنش که مشکل نداره، اونا میلگردم که بگیرن میتارشن درش میارن اون چیزی که میخوان، ولی خب مهم براشون این است که مثلا لوله 28 به 18 قبلا واسه اتصالات لوله های 2 اینچ استفاده میکردن. بله. الان من دارم 26 به 18 بهشون میدم، 110 تا شاخه 28 به 18 میشد 1 تن، الان 140 تا شاخه 26 به 18 30 تا شاخه به نفعشون یعنی شده. 20 تا 30 تا شاخه به نفعشون شده، تقریبا 1300 400 تا قطعه به نفعشون شده. خداشو میگم ما مزد کارگرمون تو این در میاد. خب این یکی از مشخصه های این هست که میگن کار نیکو کردن از پر کردن است. در واقع این مجموعه و آقای ربیعیان به خاطر تجربه و سابقه‌ای که تو این کار دارن میدونن که چه چیزی استفاده میشه، چه چیزی کاربردش بیشتره و اومدن تولیدات خودشون رو هماهنگ کردن با نیاز بازار. این شناسایی نیاز بازار خیلی مهم هست، اینکه یه تولید روتینی رو انجام بدن و بعد اون مصرف کننده بیاد تغییراتی توش بده، هم زمانش هم هزینه‌اش بالا میره. ولی وقتی تولید کننده مثل آقای ربیعیان بیاد و نیاز بازار رو شناسایی بکنه و اون تغییراتی که بعد قرار مصرف کننده توی اون محصول بده همینجا توی خط تولید اعمال بشه، خب خیلی به صرفه‌تر و بهتر هستش.
من از آقای ربیعیان و مجموعه رنگین فلز اسپادانا تشکر میکنم. سلامت باشید. وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن، اطلاعات مفیدی ازشون گرفتیم، محصولاتشون رو معرفی کردن. به امید موفقیت روزافزون برای شما و مجموعتون. زنده باشید. ممنون.